بیایید با شرط دیگر گذاریم. شرط پنجم چی است؟ شرط پنجم مخاطره در راه علم. مخاطره در راه علم یعنی جان و عمر خود را در خطر ماندن، که در واژه مثلا لاتینی اینا ریسک میگویند، که در زبان روسی هم ریسک میگن. مقصد این است که ریسک چیست؟ یعنی در خطر گذاشتن عمر خود، در خطر گذاشتن جان خود به یک عمل دست زدنی که عاقبتش نامعلوم است. شاید یک انسان 20 سال طلب علم میکند وفات میکند، عمرش کوتاه است. 20 سال وقتی که یک طالب علم یا 30 سال علم می آموزد، دیگر او مشغولی به دنیا نمیشد، پول جمع نمی کند. حالا آنکه آنهایی که هم مثل و مانند او بودند، بعد اینکه به سن 18 و 17 رسیدن، الکی پول می یافتند و تجارت می کردند و مال جمع می کردند. این بیچاره باشد فقط علم می گیرد. یعنی خطر به خطر گذاشتن جان و حیات خود در راه علم، یعنی از بحری وقت خود، از بحر پول خود، از بحر همه چیز برآمده، انسان باید به علم فدا کند عمر خود را، جان خود را. چخیلی که امام محمد ابن اسماعیل بخاری وقتی که کودک بودند، چشمانشان اول میدید بعد نابینا شدند. بعد حضرت مادرشان یک زنی تاجیک بود، شبها وقتی که مردم خواب خسته نماز تهجد میخواند و روزها صدقه میکرد که دست راستش صدقه میکرد، دست چپش نمیفهمید، از الله تعالی دعا میکرد شبها که برای فرزندم محمد ابن اسماعیل بخاری چشم بینا دهد. بعد روز امام محمد ابن اسماعیل بخاری از خواب خستند که چشمهاشون میدید. و مقصد از این که وقتی که چشم محمد ابن اسماعیل دید، مادرشان گفتند که تو اکنون حیاتت را نظر میکنی برای حفظ حدیث های رسول الله صلی الله علیه و سلم. در این حیاتت دیگر یگان عمل نمیکنی مگر فقط جمع آوری و آموختن، حفظ و فهمیدن حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم قدی مشغول میشی. واقعا امیر مومنان در علم حدیث شدن. باید انسان طالب علم، یعنی که در راه علم همه بایگری، همه مال و ملک، جان خود را بخشد، بعد به یک نتیجه میرسد. اعطی العلم کلک یعطیک بعضه. میگن که به علم همه خودت را میدهی، بعد علم بعضی خودش را میدهد. یعنی وقتی که 100% به علم داده میشود، بعد یک جزئی معین به شما از علم میرسد. بله فهمو. و یعنی امروز نیست بسیاری از طالب علمان که تحصیل علم کردند و دانش گرفتند و جان خودشان را به خطر ماندند، آنها نیست یعنی مانندی دارند، یعنی مربوط است به امروزی تاریخی ما. چون که اهمیت دهید، چون بارها ما گفتیم که ژورنالیست هستم و در تحقیق هستم و امروز تحقیق میکنیم. آنهایی که صاحب علم شدند و طلب علم کردند و آمدند و مردم را نیازشان را به جا آوردنی شدند، یعنی که از آن علمی که آنها گرفتند به مردم پیشنهاد کردند. اما بعضی نفران در نمیمانند که آن عالمان جوان که صاحب علم هستند علمشان را پهن کنند. یعنی جان آنها امروز در خطر است. اما این یکی از شرطی که داملای این لحظه ها گفته گذاشتند، شرطی طلب علم کردن ان همین خطر بود است.